ابوریحان بیرونی در کتاب خود آثار الباقیه درباره نوروز چی میگوید؟ ابوریحان بیرونی در کتاب خود آثار الباقیه درباره تاریخ نوروز چنین می آورد. میگوید وقتی که جمشید به نیروهای بدی غلبه کرد، این غلبه خود را روز نو گفت، یعنی نوروز گفت. حتی ابوریحان بیرونی نوروز را برقراری عدالت هم حسابیده است. او باز در آثار الباقیه میگوید نوروز دو قسم است، یعنی نوروز کوچک و نوروز بزرگ. نوروز کوچک را در آغاز نوروز یعنی روز نو نوروز عامه میگوید و نوروز بزرگ را در روز ششم نوروزی و درباریان و یا شاهان نسبت میدهد که آنها جشن میگرفتند. نوروز بزرگ را در دربار انوشیروان ساسانی به طور خاصه و نهایت عجایب و بزرگوارانه جشن میگرفتند، میگوید عمر خیام مثال آورده در کتاب برجسته خود آثار الباقیه.